زرونی مهداد قنبری پشت محوطی جریمه میاد سمت مقابل، ضربه دیدنی قنبرپور و گل. عوض بکنه اما فرصت برای شمس آذر، حالا داره تک به تک میشه با دروازه‌بان، یه شوت از وایدون و گل. حلیمی احتمال گرفتن ارسال حرکت بازیکن طالب یک ضربه سرزد توی دروازه گل تساوی برای زمین. بازیکن تراکتور پاس میده به در محوطه جریمه، موقعیت برای زدن گل سوم توی دروازه. هست قرار میده نعمتی، گفتم سود زنه. چه گل خوشگلی زدید علی نعمتی. پشت محوطه جریمه فرصت برای آلومینیوم اراج. چه گلی گل اول به ثمر میرسه. راه میندازه پدرام قاضی‌پور به امید لطیفی از امید لطیفی گل. چه گلی میزنه امید لطیفی. ماشاریپوف پاس به وسط پست خط هندریک. سر اول از هادی محمدی پشت محوطه و چه گلی میزنه نساجی مازندران. خود بلانکو برای سلیمانی یا بازیکن رو جا میذاره، میتونه شوت بزنه.